نزدیکترین کسان به الله مردان با تقوا هستند، نگفته. در مسئله انسانیت و علم و دانش و معنویت و اخلاق زن و مرد همسانند، دوتا نیستن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و زمانی که پیامبر نوح علیه السلام به درگاه خدا فریاد زد که ان ابنی من اهلی، این فرزند من هلاک می شود، از اهل منه، الله بهش گفت که انه لیس من اهلک، از اهل تو نیست. توجیه الله چه بود؟ انه عمل غیر صالح، عملش غیر صالحه. ما کاری نداریم که پسر تو باشد، فرزند تو باشد یا نباشد، ما نقطه ازش گرفتیم به خاطر که عملش غیر صالحه. و ای نوح، ای پیامبر اولوالعزم ما، دفاع از عمل غیر صالح نکن و حمایت از عمل غیر صالح نکن. من نمیگم حمایت از فرزندت نکن، میگم حمایت از عمل غیر صالحی که ضد دستور منه نکن. کاری ندارم پسر تو باشد. بعد متوجه شد، معذرت خواهی کرد. پس در اسلام فرهنگ عمل هست. حالا این عمل صالح و احسن العملی که دیشب گفتم، اگر زن خودشو بهش نزدیک کرد، زن میشه فاضله مؤمنه. اگر مرد خودشو به احسن العمل نزدیک کرد، مرد میشه فاضل، با تقوا، صاحب نفس مطمئنه. اگر دختر جوان خودشو به عمل صالح نزدیک کرد، ان اکرمکم شد عند الله اتقاکم. و اگر پسر جوان، اگر پسر تاجر، پسر فقیر، مرد توانا، مرد زیبا، زن زیبا، هر کسی، بلال خودشو به عمل صالح نزدیک کرد، سیدنا بلال شد. ابو جهل قرشی خودشو از عمل صالح دور کرد، ابو جهل لعین شد. میدونی معنیش چیه؟ ما باید شکر خدا بکنیم که الله مال همه است، برای همه است، همه میتونن به الله برسن. باور بکنید میتونی برسید. همه نمیتونید پادشاه باشید، همه نمیتونید سفید باشید، همه نمیتونید اندام خوشی داشته باشید، همه نمیتونید تاجر باشید، همه هم نمیتونید عالم باشید، ولی همه میتونید الله داشته باشید. یعنی سیستم الله طوری قرار داده که نیازی هم نیست که برید پیش کسی، بلکه دستت بلند بکن بگو تو مال من باشید، منم مال تو. البعیرة تدل علی البعیر. صحرانشین عرب بدو نه علم کلام و فلسفه و منطق خوانده بود، نه عالم بود، نه در شهر بود که پیش علما درس بخواند. از همون مدفوع شترش، معذرت میخوام، دلیل گرفت بر وجود الله. گفت این مدفوع شتر که میبینید دلالت بر این میدی که شتری از اینجا رد شده. این آثارشه دیگه. البعیرة تدل علی البعیر. آثار الله هم من میبینم. سماع ذات ابراج، والارض ذات فجاج، البحار ذات امواج، افلا يدل علی الواحد القهار. نه درس خوانده بود، فقط شتر دیده بود. پس به صرف این که فلانی زن فلانی مرده، مردا حق تعلیم دارن، حق عالم شدن دارن، حق داعی شدن و دعوتگر شدن و حافظ قرآن شدن و تحصیلات عالی دارن.
چون که فلانی دختره بعد باید شوهر بگیره، بعد از اینکه شوهر گرفت باید زن خانه‌دار بشه، بره تو آشپزخونه، تو مطبخ غذا بپزه، بره تو حمام لباس مردش بشوره، تو حیاط خونه و اتاقها جارو بکنه، اتو بکنه، فلان بکنه، آشپزی بکنه. زن برای این کار ساخته شده، تمام شد و رفت. زنی که میخواد شوهر بگیره بعد خانه‌دار بشه، کار خونه بکنه، آشپزی بکنه، چه لازم داره که بره عالم بشه، بره حافظ قرآن بشه؟ ولی اینو بدونید که زن جدا میمیرد، مرد جدا میمیرد، هر کسی هم تو قبر خودش میخوابه. همون سوالی که منکر و نکیر از مرد میکنه، من ربک، ما دینک، من نبیک، رب تو کیست، دین تو چیست، نبی تو کیست، همون سه سوال از زنم میکنه تو قبرش. از پادشاه میکنه، از گدا هم میکنه. چو باید همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. از شوهرش سوال نمیکنه که زن تو ربش کیه، منکرون از خودش سوال میکنه. پس خودش باید جواب آماده بکنه. خدمت شوهر کردن، غذا درست کردن، لباس شستن، یه بحث جداگانه است. الام مدرسة اذا اعددتها اعددت نسلا طیب الاعراق. مادر مدرسه است، عرب میگوید خود مادر مدرسه است که اگر این مدرسه رو ساختید نسل آینده دارای ریشه خیلی محکمی خواهد شد. ریشش خیلی قوی، ثابت، هیچ بادی نمیتواند اونا برساند. اگر به مادر پرداخته شد و اگر ما تلاش کردیم که در آینده مادران خوبی تربیت بکنیم، نسل آینده نسل خوبی خواهد شد. مشکلی که تا اینجا ما داشتیم، مادرای خوب نداشتیم. یعنی امت اسلامی مادر خوب نداشته. خصوصا تو بعضی مناطق که اصلا دیگه درس خوندن برای دختر حرامه. یک تعصبات خشک بی منطق، دختر دیگه حتی درس دینی نمیفرستن، مدارس دینی، چون تحصیل علوم دینی هم هجرت میخواد دیگه. از خراسان بلند بشود یک دختری بیاید اینجا، از بندر عباسی که بلند بشود یک دختر جوان خب بیاید اینجا. بعضی موقع تعصبات دینی و مذهبی خوش سبب می شود که این ظلم به مادران آینده بشود. تا چه برسد درس دولتی بخواند دختر، برود دانشگاه، کسی اجازه نمی دهد. اگر اجازه بدهند که پنجم ابتدایی بخواند خیلی هنر کردن. دختر برود دانشگاه، پزشک بشود، ماما بشود، مدیر بشود، مهندس بشود، این ننگ است. دختر فقط باید چادر سیاه بپوشد، صورتش هم نقاب بزند، دستش هم دستکش، هیچ کس اونو نبیند، تو پستوی خانه بنشیند. بعد میگیم حالا ای مادر خوش حجاب بی سواد، معنیش اینه ای مادر چادر سیاه و با نقاب بی سواد، بچه ما رو تربیت کن. یعنی کافیه که یک زن نقاب داشته باشد، دستکش بپوشد، حجاب کامل داشته باشد، علم نداشته باشد، بچه رو تربیت کند؟ چادر سیاهی تنها که بچه رو تربیت نمی کنه، باید تو کلش و مغزش چیزی باشد. قرآن باشد، علم باشد، فقه باشد، حدیث باشد، تفسیر باشد، فهم و درک و شعور باشد. منی که مدرسه نرفتم تو یک عمامه بذار یک تاق پارچه رو سر من،
بعد بذارم پشت این میکروفون بگو حالا صحبت بکن. من نمیتونم چیزی بگم. خب تو امامه رو سرته. خب پارچه که منو کامل نمیکنه که. من باید برم محضر استاد بنشینم تا عالم بشم، فاضل بشم، بعد بتونم درس بدم. آیا شده که لباس کسی رو عالم بکنه؟ کسی رو داعی بکنه؟ پس هجرت برای علم کجاست؟ و علما میگوین هرچی هجرت برای علم دورتر باشه، سختی بیشتر باشه، علم برکتش بیشتره تا علمی که بیاد در خونت. ما بعضی موقع میگیم الحمدلله کل زنها حجاب دارن. تو این 20,000 تا چند تا سواد داره؟ تو این همه زن و دختر با حجاب چند تا دروس دینی رو کامل کردن و فقه دعوت خوندن و دروس دولتی رو و چند تا زبان بلدن. زبان انگلیسی لازم هست یا نیست؟ زبان عربی لازم هست یا نیست؟ زبان اردو لازم هست یا نیست؟ دیشب شیخ عدنان درویش میگفت که یک لحظه من تمنا کردم خدایا اگر من زبان فارسی میفهمیدم که این علما چی میگن، نشستم حالتشون میبینم، حالت مردم هم میبینم چطوری منفعل میشن، ولی هر چی میخوام چی میگن اینا، ای کاش من میفهمیدم که اینا چی میگن، این مردم چی میگن، تا لذت میبردم. دخترم باید بره درس زبان انگلیسی، زبان عربی. اگه همسر انسان یک حافظ قرآن باشد، یک فقیه باشد، یک مفسر باشد، یک داعی و متفکر بزرگ باشد، از اون طرف 2-3 تا زبانم بلد باشد، هم می شود همسر خوب، هم می شود مادر خوب، هم می شود دختر خوب، هم می شود خواهر خوب. چون یک زن 4 تاست دیگه، برادر داره، پدر داره، فرزند داره، شوهرم داره. میشه همسر خوب برای شوهرش، دختر خوب برای پدرش، خواهر خوب برای برادرش. و مادر خوبم برای فرزندش. چادرسیا تنها کافی نیست. ما چقدر نمازخوان داریم؟ یعنی اگر جمعیت دیشب حساب میکردیم، ولی توی این نمازخونا چند تاشون عالمن، میتونن کاری برای دین بکنن، میتونن کاری برای خلق خدا بکنن. ما باید در کنار ظاهر اسلامی و دینی فکر اسلامی و دینی و دعوی داشته باشیم و دل بزرگ داشته باشیم. زن و مرد مطرح نیست. بیشترین نقش در زندگی پیامبر در روز سختی دعوت یک زن ایفا کرد و اون زن کسی جز خدیجه ام المؤمنین نبود رضی الله عنها، که وقتی در اون سال ابو طالب فوت کرد و خدیجه فوت کرد، 2 تا سند و تکیهگاه و پشتوانه رسول الله از دست داد. عام الحزن معرفی شد. اون سال حزن، ناراحتی. یک زن چقدر پشتوانه بزرگی بود برای اشرف رسول و خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم. یک زن ایستاد، اونقدر ایستادگی کرد که دیگه استخونش تو پوستش میچرخید.
کل گوشت بدنش ریخت و همراهش رفت تو شعب ابی طالب. 3 سال اونجا برگ درخت خوردن، پوست میخوردن. قریش قاصد فرستاد، خدیجه تو بزرگ قریشید، تو از اشراف قریشید، تو صاحب منصبید، برای تو خیلی زشت است که سر به سر این کسی که آمده گذشته ما را داره زیر سوال میبره، خدایان ما را داره زیر سوال میبره، باورهای ما را زیر سوال میبره، تو بیای تابع این بشی. تو الان مریضی، اگه دستور بدید دست از دین محمد بکشید، ما از اشراف قریش جوانان را جمع میکنیم، تختی رو سر بگذارن بیان تو شعب ابی طالب، تو رو تخت بذارن بیان تو قصر مکه جا بدن، دست از همین دین محمد بکش. زنی از اشراف قافله تجاری شو شامش دنیایی بوده، حالا به این روز افتاده که برگ درخت بخوره، بازم حاضر نیست دست از دین محمد بکشه. اون جریان زملونی دسترونی زملونی وقتی از غار حرا پایین می آمد، رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان بود که این چیه که اونو فشار داده، اقرأ. نیاز به یک پناهگاه داشت و کسی نبود که به او پناه بدهد و اونو تسکین بدهد، آرام بکند، مگر آغوش باز و گرم و صمیمی خدیجه. وقتی به خانه رسید سر تا پاش خیس عرق بود، میلرزید، اونو به آغوش کشید، رو پاش گذاشتش، گفت خودتو دلخور نکن، تو به یتیم و ضعیف سرکشی میکنید، تو درمانده و بیچاره رو نصرت میکنید، تو ابن السبیل رو یاری میکنید، تو منقطع در راه مانده رو یاری میکنید، تو مشکل مردم رو حل میکنید. اینها خصوصیت هایی است و ویژگی هایی است که اگر یک انسان داشته باشد خدا کمکش میکند و هیچ موقع تنهایش نمیذارد. اینها صفتهای ویژه انسانهای ربانی و خدایی هست و همونطور هم شد، آرامش کرد. در بعضی روایات آمده در سیرت که وقتی آمد اونطوری حیرت زده و ترسان و لرزان بود، میگفت که منو بپیچید توی یک لفافه‌ای، توی یک پتوی، لحافی، چادری، زملونی دثرونی. خدیجه اونو تحویل گرفت رضی الله عنها، گفت بیا. یک زن عاقل، خواهران اینجا خوب دقت بکنن که یک مرد عالم و دعوتگر چقدر نیاز به یک همسر خوب دارد که در کنارش بیستد. گفت من آزمایش میکنم که این کسی که تو رو فشار داده آمده پیش تو شیطانه یا ملکه. گفت بیا بشین تو روی پای من، پای راست من، ران من. نشست. گفت حالا میبینیدش؟ گفت بله میبینمش. گفت بیا بشین رو پای چپ من. گفت حالا میبینیدش؟ گفت میبینمش. گفت بیا بشین تو آغوش من، دستت بذار دور گردن من. و چادرش انداخت. گفت حالا میبیندش؟ گفت نه حالا رفت. گفت این فرشته است. وقتی که تو این حالت به من نزدیک شدید خجالت کشید رفت بیرون. اگر شیطان بود مینشست نگاه میکرد. تو بر حقی. آرامش کرد. شیطان دوست داره که زن و مرد مثلا چادر رو سرش نباشه، تو بغل هم باشن، تماشا بکنه. و اعلام کرد خدیجه وقتی که
بالاخره دیگه این مرد بزرگ رو به دست آورد. از این به بعد دیگه خدیجه مالی ندارد، از این به بعد دیگه مالی که هست مال محمده صلی الله علیه و سلم، یعنی مال خداست، مال دعوته. و پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره خدیجه میفرماید مال خدیجه، هیچ مالی به اندازه مال خدیجه به درد من نخورد در ابتدای دعوت. چه از نظر حمایت معنوی و موقعیت اجتماعیش. و وقتی که خدیجه فوت کرد کفار قریش روشون باز شد، جری شدن. تا اون موقع یک شرمی داشتن که هم خدیجه بود هم ابو طالب بود. بالاخره وقتی که خدیجه رفت، وقتی یک زن این همه ایثارگری میکنه حق داره که فاطمه دخترش باشه، حق داره. ام الاشراف، همه بچه های پیامبر صلی الله علیه و سلم از خدیجه هست. در فرهنگ اسلامی الله تبعیض قائل نشده بین زن و مرد. الله گفته که من انسان آفریدم و این انسان دو گروه، دو تا قسمته، و اینا بندگان منن، زنه و مرده. همونطوری که مرد بندگی من میتونه بکنه، زنم میتونه. فقط در بعضی حالتهای استثنایی که متناسب با سیستم زن هست و مرد با هم اختلاف دارن، اما در هیچ چیزی دیگر با هم اختلاف ندارن. خیلی وقتا هزارها مرد با اون صدای کلفتش نصف یک زنم نمی شود. ما شیرزنانی داریم، زنهای فاضلی داریم، حتی در امروز در عصر خودمون زنهای عالمی داریم که واقعا جامعه رو متحول کردن. دوشادوش مرد عالمش و مرد داییش افتاده در جمع خواهرها و بانوان و همه رو جمع جور کرده، دعوت خانه به خانه. سبحان الله. خیلی ظلم در حق زن که بعضی موقع وقتی میخوان مردی رو تحقیر بکنن بهش میگن تو از زنم پستری. شنیدید شما؟ میگن، طرف ما میگن تو از زنم پسترید. خیلی ظلم بزرگی است که اینطوری با زنی که خداوند پیامبر میفرماید الجنة تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران است. یا میشنویم که میگن زن شیطان است. اعوذ بالله، زن شیطان است. پس من این سوال میخوام بکنم، تو با شیطان ازدواج کردی؟ اگه زن شیطان است پس تو همسر شیطانی داری؟ چطوری راضی شدید با شیطان ازدواج کنید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم دنیا رو یک متاع میداند. دیگه الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. بهترین نعمت دنیا و خوشی دنیا و سعادت دنیا و خوبی دنیا و کالای دنیا زن صالحه و فاضله است. یعنی هیچ نعمتی برای مرد مؤمن کاملتر و بهتر از همسر صالح، مطیع، همفکر، همدل، همراه در زندگی
دنیوی و اخروی وجود ندارد.